من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرسیم به سوره فرقان بعد از نور. ابتدا ربط و مناسبت سوره فرقان را با سوره گذشته یعنی سوره نور بیان میکنیم. در سوره نور داشتیم، شما امروز انشاءالله میخوانید الله نور السماوات والارض، نور آسمان ها و زمین الله هست. نور به معنی بعضی گفتم منور، روشن کننده. تمام آسمان ها و زمین را الله روشن کرده. حال الله تعالی در اول سوره فرقان میگه تبارک الذی نزل الفرقان، با برکت است آن ذاتی که فرقان را نازل کرد. فرقان یعنی فیصله کننده بین حق و باطل. حال ربط اینگونه هست که یعنی برای توضیح آن نور الله تعالی فرقان را نازل کرد. این ربط اسمی شد. برای توضیح آن نور الله چی را نازل کرد؟ این فرقان را، کتاب را نازل کرد. این اولین ربط هست، ربط اسمی شد. دومین ربط معنوی اینه که شما از سوره کهف خواندید تا اینجا، موضوع اصلی اینه: مدبر، متصرف و گرداننده تمام عالم و امور عالم و مختار کل ذات حق جل و علا است، الله عز و جل است. حال از سوره فرقان میخوانیم تا سوره سبا که همان گونه که الله مختار و مدبر و متصرف است، برکات دهنده هم فقط خداست. سرچشمه هر خیر و برکت الله عز و جل است. برکات را از هیچ کس نخواهید، فقط از الله بخواهید. در همین سوره 3 بار این مدعا تکرار شده: تبارک الذی، یعنی با برکت است. اینجا هم آمده تبارک الذی نزل الفرقان در اول سوره که مدعای سوره همین است. ابن عباس می فرماید معنی این تبارک الذی چی است؟ قال ابن عباس معناه جاء بكل برکه، اون ذات هر برکتی را او آورده، هر برکتی توسط او هست، سرچشمه هر خیر و برکت او هست. بله، جاء بكل برکت، ای مجیء البرکت من قبله، هر برکتی از جانب الله میاد.
کسی دیگه برکات دهنده نیست که شما تبرک بگیرید از این خاک و از اون نمیدونم اثر و آثار گذشتگان. برکات فقط در دست الله هست. خب حضرت شاه ولی الله ترجمه میکنه تبارک الذی، برکت فقط از اوست. تبارک الذی نزل الفرقان، با برکت هست، برکات از اوست، اون ذاتی که نزل الفرقان. این دلیل اول، او نازل کرده فرقان را، این کتاب را، کتابی که فرقان لقب دارد، یعنی بین حق و باطل جدا کننده هست. این فرقان را نازل کرد علی عبده، بر بنده خاصش، بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرد. لیکون للعالمین نذیرا، این اشاره به عموم بعثت است. رسول ما پیامبر عظیم الشأن خدا برای همه عالمین نذیر هست، برای همه جهانیان، مخصوص اهل مکه نیست، مخصوص اهل عرب نیست، سرزمین حجاب نیست. الذي له ملك السماوات والارض، این دلیل دوم است. دلیل اول که برکات از طرف خداست، تقریبا 13 دلیل عقلی میخوانیم. اولی این که چون که قرآن را نازل کرده. دومی الذي له ملك السماوات والارض، الله آن ذاتی هست که برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین. ولم یتخذ ولدا، او کسی را به عنوان فرزند و نائب نگرفته، یعنی ولم ینزل احدا تنزیل الولد. روح المانی هیچ کسی را به جای فرزند قرار نداده. ولم یکن له شریک فی الملک، برای اون ذات هیچ شریکی نیست در پادشاهی، در اختیارات تامش. و خلق کل شیء، این دلیل سوم است، او خالق است. و خلق کل شیء، آفریده، خلق کرده هر چیزی را، بعد از خلق فقدره تقدیرا، اندازه کرده او را اندازه کردنی، یعنی برای هر چیزی که او خلق کرده تقدیری هم تعیین کرده، اندازه مشخصی هم اندازه کرده. بس این دلیل سوم شد که برکات دهنده فقط او هست. 3 تا دلیل: 1 نزل الفرقان، 2 الذي له ملك السماوات، 3 و خلق كل شيء. هم خالق است، هم پادشاه آسمان ها و زمین است، هم فرستاده قرآن را نازل کننده است. واتخذوا من دونه آلهه، زجر و توبیخ شروع میشه از اینجا. با وجود این دلائل، این بدبخت ها غیر از خدا دیگران را به عنوان خدا و به عنوان معبود گرفتن. همچه معبودانی، کسانی را که هیچ قدرتی ندارن، خلقی ندارن، صفت معبودیت و الوهیت ندارن. واتخذوا من دونه آلهه، الله می فرماید بغیر از الله دیگران را آلهه گرفتند. آنهایی را که لا یخلقون شیئا، آنها هیچ چیزی را پیدا نمی کنند. و هم یخلقون، خودشان پیدا شده هستند. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، آنانی که برای خودشان مالک ضرر نیستند، مالک نفع نیستند. آنانی که ولا یملکون موتا، مالک میراندن هیچ که نیستند. موتا یعنی اماتت احد، هیچ کسی را نمیتوانند موت بدهند. ولا حیاتا ای احیاء احد، کسی را نمیتوانند زنده بکنند. ولا نشورا، و نمیتوانند کسی را از قبر بلند کنند، نشر کنند. یعنی کسانی که نه ابتدا به دست اونهاست، نه انتها به دست اونهاست، نه موت به دست اونهاست، نه حیات به دست اونهاست، نه از قبر بلند شدن و بلند کردن به دست اونهاست. چنین معبودانی را که هیچ قدرتی ندارند به عنوان خدا گرفتند.
معبودان دروغینی هستند اینها. وقال الذين كفروا ان هذا، از اینجا چند زجر شروع میشه، چند تا توبیخ و سرزنش هستند برای مشرکان که اونها بر رسالت داشتند، اعتراضاتی که بر رسالت داشتند، بر رسول الله داشتند. الله تعالی اونها را هم در وسط و در لابلای دلائل توحید ذکر می کند. اول وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترا، این زجر اول است. کفار میگویند نیست این قرآن مگر افکی هست که پیغمبر افتراش کرده، دروغی هست که پیغمبر علیه بالله از خود درستش کرده. و اعانه علیه قوم آخرون، این زجر دوم است. او را کمک کرده بر این کتاب، بر ساختن این کتاب قوم دیگر، یعنی از اهل کتاب، از بقیه افراد باسواد. در وسط زجر و توبیخا الله ادخال می فرماید، ادخال الهی. الله می فرماید چه سخن دروغ بزرگی گفتند. فقد جاءوا ظلما و زورا، اینها ظلم آوردند، یعنی جمله ظالمانه ای گفتند، و زورا و دروغ. الله می فرماید که کلمه زور و کلمه دروغ گفتند آنها. وقالوا اساطیر الاولین، این زجر سوم است. آنها گفتند این افسانه های گذشتگان است که اکتتبها، پیامبر این را نوشته. این همه سلسله زجرات درباره رسالت است. پیغمبر از جای دیگه نقل کرده، نوشته. فهی تملی علیه بکرة و اصیلا، چون میدیدن هر صبح هر شام مطالب جدیدی پیغمبر میگه، چون وحی می آمد. آنها گفتند پس این مطالب، یعنی این اساطیر، این افسانه ها، تملی علیه، بر او املا میشه، بکرة و اصیلا، صبح و شام. الله تعالی در پاسخ اینها میگه، در جواب اونها میگه قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض. این دلیل عقلیه چهارم توحید هم میشه، جواب اونها هم میشه. بگو نازل کرده این قرآن را، این کتاب را، آن ذاتی که میداند سر را، یعنی غیب را، مخفیات را در آسمان ها و زمین. انه کان غفورا رحیما، بدرستی که اون ذات غفور و بخشاینده و مهربان است. خب سه تا توبیخ، سرزنش، زجر خواندیم بر اقوال افعال اونها. زجر چهارم، اینا زجرهای قولی هستند. وقالوا ما لهذا الرسول، چی شده این رسول را، چرا این رسول یأکل الطعام، غذا می خورد مثل ما، و یمشی فی الاسواق، بازار میره خریداری میکنه، نیاز دارد، ما یحتاج دارد. زجر پنجم لولا انزل الیه ملک، چرا نازل نمیشه به سوی این پیغمبر ملکی، فرشته ای، اگر واقعا پیغمبر خداست. فیکون معه نذیرا، اون فرشته همراه او نذیر باشد، بترساند، از عذاب خدا بیم بدهد. زجر ششم او یلقا الیه کنزون، یا القا بشه به این پیامبر خزانه، کنز غیبی، گنج غیبی. هفتم او تکون له جنه، یا برای او باغی باشد که یأکل منها، از اون باغ بخورد. الله می فرماید وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، این ظالمان می گفتن به هم دیگه که شما پیروی نمی کنید مگر مردی را که جادو زده هست، علیه بالله مجنون است، چون کسی که جادو زده باشد دیوانه میشه. بس مرد مجنونی را الله تعالی بازم زجر و توبیخ بیان می فرماید انظر کیف ضربوا لك الامثال، ای پیامبر ببین برای تو چگونه مثل بیان میکنن. فضلوا،
گمراه شدن به خاطر همین بی‌ادبی ها، به خاطر همین بی‌ادبی ها. فلا یستطیعون سبیلا، اینها نمیتوانند به راه راست هدایت بشن، راه را بیابند. خب پس 7 زجر و توبیخ خواندیم. باز هم زجرها که بر علیه پیغمبر و رسالت داشتند دوباره اعاده میشن، تکرار میشن، ذکر میشن. اما بعد از اینکه الله عزوجل بر علیه اونها توبیخ فرمود، اونها را سرزنش کرد، مجدد مدعای سوره تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك، با برکت از آن ذات، یعنی همه برکات از اوست، آن ذاتی که اگر بخواهد، که او میخواهد. ان شاء گفتن اینجا به معنی اذا شاء، هرگاه بخواهد، جعل لك خیرا من ذلك، قرار میده برای تو بهتر از این. خیرا من ذلك منظور دنیا است، از این دنیا بهتر قرار میدهد. اون خیرا من ذلك از این دنیا بهتر چیه؟ جنات تجری، یعنی در این دنیا خدا گنج نمیده، در این دنیا باغ نمیده، در این دنیا چشمه نمیده، در اونجا برایت میده. جنات تجری، باغاتی برایت قرار میده که جاری هست، من تحتها الانهار، از زیر درختها و کاخهای اون باغات نارها. و یجعل لك قصورا، و قرار میدهد برای تو قصرهایی، کاخهایی در آن باغات. الله در اونجا برایت قرار میده. بل کذبوا بالساعه، تخویف اخروی. الله می فرماید اینها قیامت را تکذیب کردند. بل کذبوا بالساعه، تکذیب کردند، تسلیم نشدند. الله می فرماید برای آنانی که قیامت را انکار کنند ما عذاب آماده کردیم. و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا، ما مهیا کردیم، ما آماده کردیم برای آن هر کسی که تکذیب کند قیامت را، آتش شعله‌زن را. اذا رأتهم من مکان بعید، چنان هول دارد، چنان خطرناک است اون آتش که الله می فرماید اگر آنها ببینند آن آتش را، من مکان بعید، از جای دوری ببینند، سمعوا لها تغیظا و زفیرا، می بینند برای اون آتش، می شنوند برای اون آتش، تغیظا غیظ و خشمی، و زفیرا خروشی. زفیر سر و صدا را میگن، خروش را میگن، یعنی غیظ و خشم آتش را، که آتش چنان خشم دارد، چنان صدا و خروش دارد که اینها از چندین فرسنگ دور میشنوند. و اذا القوا منها مکانا ضیقا، بیان رسوایی مشرکان. الله می فرماید هرگاه انداخته بشوند در آن آتش، مکانا ضیقا، در جای تنگی از اون جهنم، مقرنین، در حالی که در زنجیرها بسته شده اند، در زنجیرها زده شده اند. دعوا هنالک ثبورا، این انسانها اونجا مرگ را میخوانند، مرگ را صدا میزنند، میگه مرگ زودتر بیاد. الله می فرماید لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ای جهنمی ها امروز یک مرگ نخواهید، ودعوا ثبورا کثیرا، بخواهید مرگ زیاد، 10 بار بخواه، 100 تا مرگ بخواه، دیگه خبری از مرگ نیست. لذا بگو این عذاب بهتر است یا اون بهشت؟ قل اذالک خیر، آیا این جهنم بهتر است، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا آن بهشت جاودانه، آن بهشت جاودانه و همیشگیه که متقیان وعده داده شدن. کانت لهم جزاء و مصیرا، آن بهشت جزای متقیان هست و مرجع متقیان است، بازگشتشان
به اونجا هست. در اون بهشت وقتی که قرار بگیرند لهم فیها ما یشاءون خالدین، برای آنها در آن بهشت است هرچی که بخواهند، خالدین همیشه هرچی که بخواهند برایشان هست. کان علی ربک وعدا مسئولا. الله می فرماید این بر ربت هست، بنویس تفضلا، یعنی خدا فضل میکنه بر رب، واجب نیست به ما بهشت بده. کان علی ربک وعدا، این وعده هست بر ربت، یعنی رب فضل کرده با توی مؤمن، این وعده را کرده. مسئولا، مسئولا یعنی قابل درخواست است که از خدا بخواه، این را از خدا سوال کن. پس الله مسئول هست برای بهشت، یعنی از او بازخواست کرده میشه، از او سوال کرده میشه. اللهم انی اسألک الجنه، این گونه سوال کن از اون، به این معنی است مسئولا. و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله، اون بهشت بود برای مؤمنان، الان حال مشرکان. و یوم یحشرهم، روزی که آن مشرکان را الله حشر می کند. و ما یعبدون من دون الله، با آنچه که عبادت می کردن بغیر از خدا، یعنی معبودانی که اونها معبود ساخته بودن، چه ملائکه باشد، چه عیسی، چه عزیر، چه جنات، چه انسانها، هر کس که مشرکان اونها را عبادت می کردن، همه را الله عزوجل حشر می کند. بعد از اون معبودان می پرسد فیقولو اانتم اضللتم عبادی، شما گمراه کردید بندگان من را، هؤلاء این بندگان، ام هم ضلوا السبیل، یا آنان خودشان از راه گمراه شدند، از راه حق گمراه شدند. قالوا سبحانک، اون بندگان چی میگن؟ عیسی و عزیر چه جواب میدن؟ فرشتگان چی میگن؟ سبحانک، پروردگار تو پاکی. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، برای خود ما سزاوار نیست، مناسب نیست اینکه ما ان نتخذ من دونک من اولیاء، غیر از تو ما دیگران را کارساز و حامی خود بگیریم، از دیگران استمداد بطلبیم. پس اینا چرا شما را عبادت کردند؟ ولکن متعتهم و آباءهم، اما شما پروردگار اینها را، این سبب زلالت است، دلیل زلالت، اینها را در دنیا متاع دادی، امکانات دادی، وسائل دادی، و پدرانشان را حتی نسوا ذکر، حتی که فراموش کردن پند تو را، اندرز تو را، یعنی قرآن را. و کانوا قوما بورا، اینا قوم هلاک شده بودن، ما اینها را گمراه نکردیم، خودشان در ازلشون بود هلاکت و بدبختی. فقط کذبوکم بما تقولون، الله می فرمایند شما را تکذیب کردن آنچه که شما می گفتید، یعنی این معبودان شما را تکذیب می کردن، گفتن ما خدای شما نیستیم. اون وقت فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، شما نمی توانید از خود برگردانید عذاب را، ولا نصرا نمی توانید یاری کنید یا یاری بیاورید. و من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، لذا الله الان اعلام میکنه هر کسی از شما ظلم کند، یعنی شرک کند، مشرک بشه، نذقه عذابا کبیرا، ما عذاب بزرگ میچشانیم. ظلم کند به چه معنا از شما؟ علامه آلوسی با این جمله تفسیر کرده، و من یظلم منکم یعنی و من یکفر منکم ایها المکلفون، ای انسان هایی که مکلف هستید، هر کسی از شما کفر بکند و یعبد من دون الله الها آخر که هؤلاء الکفره، غیر از خدا معبود دیگر را بخواند مثل این کفره، بداند که ما عذاب بزرگ بهش میدهیم. و ما ارسلنا قبلك من المرسلین. خب الان جواب اعتراضات و زجرهایی که قبلا الان شما خواندید درباره
پیامبر و رسالت. یکی از اعتراضات اونها چی بود؟ این بود که چرا این پیغمبر غذا میخورد تو بازار میره؟ الله میفرماید همه پیامبرا اینجور بودند. و ما ارسلنا قبلك من المرسلین، ما نفرستادیم قبل از تو ای محمد رسول الله از پیامبران دیگر، الا انهم لیأکلون الطعام، مگر اینکه آنها طعام میخوردند، و یمشون فی الاسواق، هم غذا میخوردند هم بازار میرفتند. لذا اینکه نیاز انسان است، اینا انسانند، بشرند. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، این جواب دیگری هست که چرا این پیامبر مال ندارد، خزانه ندارد، باغ ندارد. او تکون لو کنز، ما بعضی را برای بعضی سبب امتحان قرار دادیم. فتنه یعنی آزمایش. به این معنی به بعضی دادیم به بعضی ندادیم. اینایی که ندارند آزمایش هم برای اونایی که دارند، اونایی که دارند هم آزمایش هم برای اینایی که ندارند. یعنی محنتا و ابتلا، فتنه را میگه، امتحانید. و هذا تعبیر لرسول الله صلی الله علیه وسلم عما عیروه به، این در واقع تعبیری هست برای رسول الله که مشرکان او را عار زدن به آن، به فقر، من الفقر و مشی فی الاسواق. چرا فقیر است؟ چرا خودش بازار میره؟ یعنی انه جعل الاغنیاء فتنة للفقراء، الله قرار داده اغنیا را آزمایشی برای فقرا. فیغنی من یشاء و یفقر من یشاء، کسی را بخواد غنی میکنه، کسی را بخواد فقیر میکنه. تفسیر مدارک. اتصبرون استفهام است، اما استفهام طلبی. آیا صبر میکنید؟ یعنی خدا از شما میخواد صبر کن. یعنی وضع فقر، صبر کن. وضع غناست، هم صبر کن. و کان ربک بصیرا، رب تو بصیر و بیناست، بهتر میداند بده نده، چه کسی را بده چه کسی را نده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. یکی دیگر از اعتراضات را اونها را الله تعالی که قبلا خواندیم دوباره تکرار میکند و جوابش را میده. اونها میگفتن خب چرا ملک نمیاد؟ چرا ملک نمیاد؟ الله می فرماید میگویند کسانی که لا یرجون لقاءنا، یعنی لا یعتقدون لقاءنا، اعتقادی به ملاقات ما ندارند، یا اینکه لا یرجون لقاءنا امیدی ندارند چون که انکار کردند. به دلیل انکار میگویند لولا انزل علینا الملائکه، چرا بر ما ملائکه نازل نشدند؟ او نرى ربنا، یا ما رب من رب ببینیم، خود ما ببینیم، خدا به ما بگه. لقد استكبروا في انفسهم، الله میفرماید اینا در درون خودشان، در نفس خودشان تکبر کردند. چه انتظاری ملک پیش اینها بیاید؟ یا العیاذ بالله خدا خودش را نشون بده. و عتوا عتوا کبیرا، سرکشی کردن، سرکشی بزرگ، بالخصوص در این که میگویند ما با خدا سخن بگوییم، خدا را ببینیم. بنویسید بالخصوص در مکالمه و رؤیت رب العالمین. اینها خیلی سرکشند، خیلی پررو و بی ادب هستند. معنیش اینه الله میفرماید ملک را روزی میبینن که اون روز روز خوشی نیست، اون روز روز خوبی نیست. معنیش چیه؟ معنیش اینه که آمدن ملک دلیل چی هست؟ عذاب هست. یوم یرون الملائکة لا بشرى یومئذ للمجرمین. الله میفرماید روزی که ملائکه را میبینند مجده‌ای نیست در اون روز برای مجرمان. اون روز روز خوشی نیست، روز خوشخبری نیست. چرا؟ ملک میخوان، ملک که بیاد دیگه تمامه. یوم یرون الملائکة لا بشرى یومئذ للمجرمین.
روزی که ببینن ملائکه را مژده‌ای نیست در آن روز برای مجرمان. و یقولون حجرا محجورا، میگویم به وقت دیدن ملائکه حجرا محجورا. حجر به معنی بند، محجور هم به معنی بند، یعنی عذاب جلوش گرفته بشه، بسته بشه، بند بشه. تکرار است، بسه معنیش اینه. اما دیگه نه، ملک که بیاد بند دیگه نمیشه. بله. و قدمنا الى ما عملوا من عمل، تخویف اخروی، هم تخویف اخروی و هم جواب سوال که مگر اینها اعمال نیک ندارند، اعمال نیکشون کجا میره؟ الله میفرماید و قدمنا الی ما عملوا، ما میاییم به آنچه که اونها عمل کردن از هر عملی، فجعلناه هباء منثورا، قرار میدیم اعمالشان را غبار منتشر شده، پراکنده شده. یعنی عملشون چون شرک داشتند تبدیل به غبار پراکنده میشه در آسمان. اما بشارت برای بهشتی ها، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، اصحاب بهشت در آن روز بهتر است از نظر جای قرار، و احسن مقیلا، بهتر جایی هست از نظر استراحت. مقیل میگن جای قیلوله را، همون جای استراحت. و یوم تشقق السماء بالغمام، اینجا ببین ملائکه در این روز می آیند، روزی که تشقق السماء بالغمام، شکافته میشه آسمان با ابرها. و نزل الملائکه تنزیلا، فرود می آیند، نازل کرده می شوند ملائکه نازل شدنی. الملک یومئذ الحق للرحمن، ملک در آن روز ملک ظاهری و باطنی حق است برای رحمان، یعنی پادشاهی حق برای الله است، چه از نظر ظاهر چه از نظر باطن. در دنیا هست پادشاهان ظاهری که میگم امروز تا 4 سال ما پادشاهیم، اما در اون روز پادشاهی ظاهر هم باطن هم مال الله. و کان یوما علی الکافرین عسیرا، الله میگوید آن روز روز سختی هست بر کافران. و یوم یعض الظالم علی یدی، اقرار مجرمان، روزی که گاز میگیره ظالم دستش را، یعنی از بس که حسرت میکنه. بنویسید به دلیل ازدیاد حسرت، خیلی حسرت میخورد. وقتی که انسان خیلی حسرت بخورد دستش را به دهان و به دندان میگیرد. یقول یا لیتنی، میگوید حسرتن، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش من با پیغمبر راه دوستی میگرفتم. سبیلا یعنی در راه دین دوست پیغمبر می شدم، پیغمبر را برای خودم دوست قرار می دادم. یا ویلتا لیتنی، کاش من لم اتخذ فلانا خلیلا، من فلانی را به عنوان دوست نمی گرفتم که مرا گمراه کرد و بیراه کرد. لقد اضلنی عن الذکر، همانا اون فلانی، اون انسان مرا گمراه کرد از قرآن، مرا فراموش و غافل کرد از قرآن. بعد اذ جاءنی، بعد از این که پیش من آمد قرآن. و منظور از فلان شیطان است یا ایادی شیطان است. و کان الشیطان للانسان خذولا، رب می فرماید انسان خار کننده، شیطان خار کننده انسان است. و کان الشیطان، شیطان هست برای انسان خذولا، خار کننده، انسان را ذلیل می کند. و قال الرسول یا رب، اینجا الله عزوجل هم شهادت و یا گلایه رسول را بیان می کند که رسول و پیامبر به درگاه الله عزوجل از این قوم شکایت می کند. و قال الرسول، رسول می گوید، اینجا منظور محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بار الها ای رب قوم من این قرآن را مهجور کرد. مهجور یعنی متروک، بنویسه اعتقادا و عملا، هم از نظر اعتقاد هم از نظر عمل ترکش کرد. بعضی ها اصلا اعتقاد ندارند، اعتقاد که ندارند عمل هم ندارند.
بعضی اعتقاد دارن عمل نمی کنند. به هر حال قرآن مهجور هست. الله تسلی میده پیغمبرش را که اگر قومت قرآن را ترک کرده، در زمان هر پیغمبری دشمنانی از مجرمین هست. یعنی این سنت قدیمه هست، این روش جدیدی نیست. و كذلك جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین. این گونه ما قرار دادیم برای هر نبی، برای هر پیغمبری دشمنانی از مجرمان. مجرمانی بودند که دشمنان پیامبر بودند، وحی پیامبر را، پیام پیامبر را اونها ترک کردند، انکار کردند. و کفا بربک هادیا و نصیرا. رب کافی هست تو را از نظر راهنما، تو را راهنمایی میکند چگونه برو، چگونه انجام بده وظیفت را، و هم به عنوان یاور تو را کافی است. الله ناصر تو است، یاور تو است. اما یکی دیگر از زجرها و توبیخها بر اقوال اونها این زجر قولی است. اونا میگفتن چرا قرآن یک بار نازل نمیشه، یک شب نازل نمیشه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. کفار میگویند چرا قرآن بر او جملة واحده، یک بار نازل نمیشه. كذلك لنثبت. این جواب است، این چنین ما نازل میکنیم. كذلك ننزل. چرا؟ لنثبت به فؤادک، تاکه دلت را تثبیت کنیم، دلت را قرص کنیم. بله. و رتلناه ترتیلا. تدریجا، آهسته آهسته میخوانیم. ببینید حکمتهای زیادی دارد. یکی از حکمتها تثبیت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. چون در هر مرحله، هر روز، هر سال، هر ماه اونها توطئه داشتن، نیرنگ داشتن، رسول الله را اذیت میکردن. لذا همه تسلیها را، همه ثبات قلب را، ثباتهای قلب را خدای عزوجل یک بار نازل بکند تمام میشه. هر روز الله چیکار میکند؟ ثبات قلبی و تثبیت قلبی برای پیغمبر خودش نازل میکنه. یکی از دلائل این است که قرآن پیغمبر را تقویت میکند. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق. ببینید چندین اعتراض شما خواندید، الله تعالی جواب داد. چرا پیغمبر مال نداره؟ الله جواب داد. چرا ملک نمیاد؟ الله پاسخ داد. حال الله میفرماید ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق. منظور از مثل مفسران نوشتن یعنی سوالات عجیبه. ای پیامبر پیشت نمی آورن سوالات عجیبی و غریبی الا جئناک بالحق، مگر ما جواب ثواب را برایت میاریم. حق بنویسید جواب ثواب، جواب درست. یعنی هر چی که اونها سوال عجیب میکنند خدای عزوجل جواب صحیح، جواب ثواب را بیان میفرماید. و احسن تفسیرا، و زیبا تفسیر میکند، زیبا توضیح میده. یعنی الله تعالی پاسخشون را کامل میده، هیچ خفایی نمیماند. اما اونها که انکار میکنند، ادامه میدهند کفر را، این سزایشان. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم. آنانی که حشر میشوند بر چهرهاشان به سوی جهنم. این آیه به معنای حقیقیه، یعنی مردم، بقیه مردم روی پا راه می روند، اونها بر چهره راه می روند. عرض کردم خدمت شما حدیث را از رسول مکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن یا رسول الله چطور ممکنه انسان بر چهره راه بره؟ فرمود آن ذاتی که انسان را بر پاها راه میبره اون ذات قادر است بر چهره هم راه ببره.
الذين يحشرون على وجوههم، بر چهرهاشان حشر می شوند و برده می شوند به سوی جهنم. اولئک شر مکانا، این انسان هایی که به این ازل گرفتارند بدترین هستند از نظر مکان و جایگاه. بنویسه فی الاخرت، در آخرت. و اضل سبیلا، اینجا بنویسه در دنیا. و گمراه ترین هستند از نظر راه گمراه تر را اینها دارند در دنیا و در آخرت هم بدترین جایگاه را دارند. خب در دنیا هم برایشون ذلت است، در آخرت هم برایشون عذاب است. چند نمونه الله تعالی ذکر می فرماید. ولقد آتینا موسی الکتاب، دلیل نقلی از موسی، از قوم نوح، از قوم عاد، از قوم ثمود. تقریبا 6 نمونه از گذشتگان هست و 1 نمونه از اهل مکه که در زمان نزول قرآن است الله تعالی اینجا بیان می فرماید. نمونه اول قوم موسی. ولقد آتینا موسی الکتاب، همانا ما به موسی دادیم کتاب را. و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، همراهش هارون را، برادرش را به عنوان وزیر، به عنوان معاون و معین او چی کردیم؟ قرار دادیم، تعیین کردیم. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآیاتنا، ما به آن تو گفتیم بروید به سوی آن قومی که تکذیب کردند آیات ما را، یعنی دلایل عقلی و نقلی توحید را همه را رد کردند، همه را تکذیب کردند. موسی و هارون رفتند، وظیفه خودشون را انجام دادند، قوم نپذیرفت. اینجا اندماج است، یعنی خدا خلاصه کرده ما قبل و ما بعد را شما دیگه از قرینه میدونید. موسی و هارون رفتند، این مقدرش اینا هستند به صورت خلاصه. موسی و هارون رفتند، تبلیغ کردند، قوم نپذیرفت، معجزه نشان دادند، بازم انکار و تمسخر کردند. فدمرناهم تدمیرا، ما آنها را نابود کردیم نابود کردنی، هلاک کردیم هلاک کردنی. بس ببین این نتیجه انکار، این نتیجه کفر. این دلیل اول بود. دوم و قوم نوح، قوم نوح لما کذبوا الرسل، این دلیل عذاب است. زمانی که تکذیب کردن رسول را، گفتیم عرض کردیم تکذیب یک پیغمبر مستلزم تکذیب همه پیامبران است. لما کذب الرسل، زمانی که تکذیب کردن رسول را، اغرقناهم، ما آنان را غرق کردیم. و جعلناهم للناس آیه، ما قرار دادیم آنان را برای مردم عبرت. چنان طوفان همگانی آوردیم که تا به امروز یاد میشه. و اعتدنا للظالمین عذابا علیما، در دنیا که عذاب داد، اما در آخرت دیگه اینا تمام شدن؟ نه. و اعتدنا، این اشاره به عذاب اخروی هست. الله می فرماید ما مهیا کردیم، آماده کردیم برای این گونه ظالمان عذاب دردناک. این 2 نمونه شد. نمونه سوم و عادا، قوم عاد. نمونه چهارم و ثمود، و قوم ثمود. و نمونه پنجم و اصحاب الرس، و اصحاب الرس. 3 تا نمونه این هستند. به سوی عاد هود را فرستادیم، به سوی ثمود صالح را فرستادیم، به سوی اصحاب الرس شعیب را فرستادیم. قوم شعیب هست، هم بهش مدین میگویند، هم اصحاب الایکه میگویند، هم اصحاب الرس میگویند. اما بعضی گفتند که حضرت شعیب علیه السلام به سوی 2 قوم مبعوث شد، یکی اهل مدین، یکی اصحاب الایکه. اصحاب الرس چاهی که موسی علیه السلام رفت و برای دختران شعیب آب کشید، رس به خاطر اون چاه میگن. اما بیشتر علما میفرمایند، محققین میفرمایند نه، یک جا. مدین اصل نام شهر نبود،
مدین نام جدشون بود، نسبش را برای شما عرض کردم. مدین از اولاد ابراهیم علیه السلام هست که اینها از غیر اسحاق، از طریق اسحاق نه، از طریق غیر اسحاق به ابراهیم میرسند. و اصحاب و بعدا شهرشان هم نامگذاری شد، مدیان هم میگویند، مدیان هم میگویند، مدین هم میگویند. و بعضی معتقدن که ایکه همونه، اینا معتقدن چون که خیلی ایکه به درختان گنجان و جنگل انبوه میگویند، چون باغهای عجیبی داشت، درختان عجیبی داشت، بهش میگن ایکه. و اصحاب الرس هم بخاطر چون و قرونا بین ذلك کثیرا، تنها این سه قوم نه، قرون بین اینها بوده، انسانها و قرنهای مختلفی بودند بین اینها زیاد. و کلا ضربنا له الامثال، برای هر یک ما مثال زدیم، یعنی مضامین عجیب بیان کردیم. اما زمانی که اینها کفر کردند، و کلا تبرنا تتبیرا، همه را ما نابود کردیم نابود کردنی، تباه کردیم تباه کردنی. این نمونه ششم شد، اصحاب الرس. و نمونه هفتم که اهل مکه خودشون از اونجا گذر کردند. کدوم روستا؟ روستایی که سنگباران شدند. ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء، همانا اهل مکه آمدند، قریشی ها آمدند، گذر کردند، عبور کردند. على القرية التي، بر آن قریه‌ای که امطرت مطر السوء، باران داده شد، باران بد، باران آب نبود، باران سنگ بود. چون که اینجا اشاره به قوم لوط هست و روستاهای قوم لوط که به نام صدوم هستند، همیشه در مسیر اهل مکه بودند. وقتی به شام می رفتند برای تجارت می دیدند. الله می فرماید به این روستا حداقل اینا همه آمدن دیدند. افلم یکونوا یرونها، آیا اینها نمی بینند؟ می بینند، پس چرا نمی ترسند؟ اصل اینه که اعتقاد درباره قیامت ندارند. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکه اینها لا یرجون ای لا یعتقدون، اعتقاد به نشر بعد الموت ندارند. این علت عدم عبرت است که اینها چون اعتقاد ندارند، و الا عدم رویت علت نیست. اینا که دیدند قوم لوط را و آثارشون را. و اذا رأوك ان يتخذونك الا هزوا، الله می فرماید هرگاه شما را ببینند ای پیامبر، نمیگیرند شما را مگر به باد مسخره. بازم زجر، یعنی بجای اینکه از این اقوام، از این نمونه ها عبرت بگیرن، باز هم حبیب ما را، پیامبر ما را اینها تمسخر میکنند. چی میگن؟ هذا الذي بعث الله رسولا، آیا این همون است که خدا ای را به عنوان رسول فرستاده؟ به پیغمبر میگن. بعد میگن ان کاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها، این مخففه من المثقل است. انه کاد، همانا نزدیک بود ما را گمراه کند. مشرکین با هم میگفتند نزدیک بود ما را گمراه کند و بیراه کند و برگرداند عن آلهتنا، از خدایان محبوب ما. لولا ان صبرنا علیها، اگر ما صبر نمی کردیم، استقامت نمی کردیم بر اون آلهه، یعنی خودشون را تحسین میکنم، خوب شد که ما بر دین آلهه استقامت کردیم. اگر استقامت نمی کردیم این رسول نزدیک بود ما را گمراه کند. الله تخویف بیان می فرماید و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، ان قریب اینها میدانند. کی؟ زمانی که عذاب را ببینند میدانند چه کسی گمراه تر بود از نظر راه. مسیرش مسیر گمراهی بود. راه پیغمبر را العیاذ بالله گمراهی میگویند. آیا راه پیغمبر گمراهی است یا راه شما مشرکین؟
ان قریب میدانند. ببین منشأ ضلال اینها چی هست؟ منشأ گمراهی را الله در این آیه بیان فرموده. ارأیت من اتخذ الهه هوا، خبر بده اون انسانی که خدایش کی هست؟ هوایش هست، هوای نفس. اتخذ الهه هوا، هوای نفس را به عنوان اله گرفته. یعنی همونطور که انسان باید از اله تبعیت کند، از خدا پیروی بکند، این مو به مو قدم به قدم از هوای نفس پیروی میکند. افانت تکون علیه وکیلا، آیا تو میتوانی بر او ضامن بشی؟ نه، اینها باید به عذاب خدا گرفتار بشن. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، به همین خاطر اینا درک ندارن، شعور ندارن، نمیفهمن که خدای اینها هوای نفس است. هوای نفس مسلم انسان را به سوی هلاکت میبرد. لذا ای پیامبر، آیا تو میپنداری که اکثر اینها استماع میکنن، گوش میکنن یا درک میکنند، عقل دارند؟ نه، اینها به خاطر هوای نفس مثل انعام شدند، چارپایان. ببینید چارپایان بلا نسبت اونا همیشه هوای نفس، یا شکم یا شهوت، بغیر از این دو کار دیگه همیشه یا میخورند یا اینکه بر هم دیگه بالا میرند یا میخوابند. پس اینها هوای نفس اینها را مثل چارپایان، چارپا هنوز عزت دارد، بل هم اضل سبیلا، از نظر راه گمراهتر و بدبختتر، چون چارپای مظلوم در همین دنیا کشته میشه، اینها نه، اینها اونجا در جهنم گرفتار میشن. اذا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، مثل چارپایان هستند بلکه بدتر از اونها از نظر راه، چون اونها راهی ندارن، اینا راهی دارن که راهشون راه کجی است. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل